دوستان حالتون چطوره؟ امروز با یه آموزش دیگه اومدم. آموزش وصل شدن به اینترنت از طریق گوشی. حالا میگید چطور؟ ساده است. شما مثلا میگید که من اینترنت رو وصل میکنم به کامپیوتر یا لپتاپ، ولی اگه کامپیوترتون دانگل وای فای نداشته باشه نمیتونه به اینترنت به سادگی وصل بشه، و یا همون لپتاپتون اگه از وای فای پشتیبانی نکنه نمیتونه به راحتی به وای فای یا اینترنت گوشیتون وصل شه. خب من امروز هم آموزش وصل شدن وای فای به گوشی به این کامپیوتر و لپتاپ میدم، هم آموزش وصل شدن اینترنت گوشی. حالا منظورم چیه؟ منظورم اینه که آقا این بالا اگه شما دقت کنید اینجا داره این وای فای که الان زدم، اینجا داره باز این نت گوشیه، این که روشن میشه نت گوشیه، این وای فای. خب اول شما نیاز دارید به تنظیمات گوشی. من رو فارسی کردم زبان گوشی رو که راحت باشه براتون، بتونید راحت بیارید. میرید تو تنظیمات گوشیتون، بعد اگه زبان گوشیتون انگلیسیه بنویسین هات اسپات که الان براتون مینویسم ببین چه جوریه. اگه فارسیه بنویسید کانون داغ همراه یا همون چیزی که باش به اینترنت وصل میکنید. مثلا اگه بلد نیستین یا نمیتونین پیداش کنین از یکی بپرسین، مثلا از یکی بپرسین که چجوری اینترنت گوشی رو وصل میکنین که بهتون توضیح بده. خب بعد اینجا کانون داغ همراه داریم، اینجا میارین کانون داغ همراه رو. بعد این قسمت پایینیش همرسانی شبکه با USB، اگه دقت کنین همرسانی شبکه با USB. به هیچ کدوم اینا کار نداریم، کانون داغ همراه فلان اینا میان آخر. معمولا بیشتر گوشی هم همینجاست، میان آخر همرسانی شبکه با USB یا اتصال به شبکه از طریق USB. خب حالا باید چیکار کنید؟ اول شما سر شارژرتون که گوشیتون رو باید شارژ میکنید، خب اون قسمت رو باید بزنید تو گوشیتون، وصل کنید به گوشیتون، و اون سر دیگهش که حالت USB مانندی رو داره بزنید توی قسمت کامپیوتر، تو جای مخصوص قسمت کامپیوتر. وقتی وصل کردین توی قسمت کامپیوتر، این گزینه الان میبینین برای من نمیتونم بزنمش چون وصل ندارمش، ولی وقتی شما وصلش کنید راحت میتونید وصل کنید به کامپیوتر. وقتی سیمو وصل کردیم به کامپیوتر، این گزینه الان اگه نگاه کنید مثلا همرسانی شبکه با بلوتوث این فعاله راحت میتونید با بلوتوث اینترنت رو انتقال بدید. اینطوری این حالت یکم چیزتر داره، ولی اینو میبینیم میزنم روش نمیاد به خاطر اینکه USB اینا وصل نیست، خودش هم نشه وصل نیست، USB وصل نیست. شما وقتی وصل کردین سیم گوشیتون رو به کامپیوتر، این گزینه رو خودش یه حالت سیاه تر میشه، یعنی میتونید بزنید، بعد میزنید روش که مثل همین که پایین زدم آبی بشه. وقتی آبی شد شما میاد چیکار میکنید؟ وقتی آبی شد شما میایید تو کامپیوتر، یه صفحه ممکنه براتون بیاره بگه که این شبکه رو میخوایم به کدوم شبکه انتخاب کنید. شما شبکه خانگی یا همون که به اصطلاح بگم عکس خونه روش داره، شما همونو روش کلیک میکنید و به راحتی دیگه به اینترنت وصل میشید. خب یه نکته ساده دیگه بگم، این وصل شدن وای فای اینا چجوریه؟ خب نگاه کنید، دقت داشته باشید. اول شما اگه میخواین اینترنتتون رو وصل کنین به کامپیوتر، اولین میبینید که نوشته MCI IR MCI، همین نت گوشیتون رو روشن میکنید، بعد همین گزینه همرسانی شبکه با USB رو میزنید. ولی اگه میخواید مثلا نت وای فای خونتون وصله، بعد اگه میخواید وای فای خونتون رو وصل کنید، اینو خاموش میکنید، وای فای رو روشن میکنید، صبر میکنید که به وای فای وصل شه. وقتی به وای فای وصل شد شما این گزینه رو میزنید همرسانی شبکه. خب حالا بعضی اندرویدها شاید مشکل داشته باشه، حالا دقت داشته باشین من بهتون میگم. دقت داشته باشین که واسه اندرویدهای 10 به بالا یه آپدیتی اومده که یعنی میتونید وای فای رو مستقیم به کامپیوتر وصل کنید. پس این بیشتر برای اون گوشی‌های الان هم بیشتر همه از اون گوشی‌های اندروید 10 به بالا دارن دیگه.
ولی اگه شما الان دارین این ویدیو رو نگاه میکنین و اندروید گوشیتون پایینه، بازم نگران نباشید. اینترنت گوشیتون رو فقط میتونین وصل کنین. مثلا همین که گفتم دیگه، اینترنت گوشی، اینترنتی که مثلا از شبکه‌های رایتل و نمیدونم ایرانسل میخرید، اون رو میتونین وصل کنین به کامپیوتر با همین آموزشی که دادم. ولی اینترنت وای فای فکر نکنم بتونین وصل کنین وقتی وصل شید، چون قطع میشه فکر کنم. ولی فکر کنم اینترنت همین گوشیتون رو میتونین وصل کنین. خب امیدوارم که تا آموزش دیگه، البته دیگه هر سوال داشتید، من پیج اینستامونم همین پایین براتون میذارم، به کانال روبیکا و غیره هم میذارم. یه لینکی هم توی کپشن این ویدیو میذارم که همه پیجام هست، میتونید هر آموزش خواستید نیاز داشتید تو کامنت هم بگید، براتون میذارم. خب تا آموزش دیگه، خدا نگهدار.